خوبی؟ چه خبر؟ همه چی میزون، همه چی خوب، همه چی عالیه. چقدر دنیات زیباه، تو آرامش داری، تو آرومی، تو به خودت ایمان داری، به خدایی که تو قلبت ایمان داری. بعضی آقا جواب داد، بعضی اوقات خیلی قشنگ جواب داد. شکر از خدا. آرامش رسیدن چیه؟ جمله‌م قشنگ بود. آرامش رسیدن ما باید بهش برسیم. چجوری؟ هر چیزی که تو ذهنت داره سنگینی میکنه رها کن. رها کردن یعنی چی؟ یعنی برای اینکه 5 دقیقه نفس بگیریم و حواسمون فقط به نفس باشه. 6 دنگ حواس. ذهنت متمرکز کن به اندازه 5 دقیقه، 1 دقیقه، 30 ثانیه. اینا کارهاییه که به آرامش میرسی. یه خورده به چیزای خوب فکر کن. تا الان درگیر نبودی؟ داروی تو اینه که به چیزهای خوب فکر کنی. بعدن خودت میفهمی اینا همه خطه، اینا همه مسیره. تو این میگی که نه، متوجه نمیشی. اگه این حرفا رو قبول نداری، این کدا رو قبول نداری، سخته. برای تو سخت نیست، چون تو هنوز اگر هر حرفی که تو این بشریت زده بشه از یه ذهنیتی اومده. یک شخصی یه حرفی رو زده، تو میگی این چیزی چرت و پرت میگه. توضیح بده در مورد حرفش. اگر هم چرت و پرت توضیح بده. تازه نمیفهمی این چی گفته، چون ذهنیتش رو نمیتونی درک کنی، حسش کنی. هر ذهنیتی از کجا میاد؟ از تبلیغات، چیزهایی که دیده و چیزهایی شنیده. از کی؟ از بچگی تا الان. یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر یه بچه‌ای تو ناز نعمت بزرگ بشه، در بزرگی چه ذهنیتی داره؟ کسی که فقیره، کسی که تو بچگی گشنگی کشیده بزرگ شده، این لحظه آروم نداشته، خانواده درگیر بودن، خشم زیاد دیده، عصبانیت زیاد دیده، دعوا زیاد دیده، بزن زیاد دیده، همه‌اش منفی بوده. بزرگ که میشه میبینه اوه چه دنیای مثبتی هم هست، ما چقدر بدبختیم. اون چه ذهنیتی داره بزرگ میشه؟ اون باید یک عمر عقده‌هاشو بس بده. من همیشه قبل اینکه ویدیوهامو پلی کنم 5 دقیقه نفس عمیق میکشم. شما قراره نیم ساعت در روز، 1 ساعت در روز بشینی یه گوشه تنگ تاریک باشه. خوبه که چشماتون حواسش پرت نشه، دور و بر تو اصلا نگاه نکنی.
اتاق تاریک باشه خوبه، فقط حواستون صدای درون شما باشه. یه جا ساکت میشه. من بارها برای من اتفاق افتاده، یک قسمتی از زندگیم یه دفعه سکوت میشده، جوری سکوت میشده که واقعا اون سکوتو انگار مثل یک فریاد من رسیده بود. من سریع گوشی رو در آوردم، سریع آهنگ پلی کردم. یه لحظه واقعا اون لحظه هیچ صدایی تو فرسنگ ها میبینی تولیدی نمیشه، تو حسشو میگیری. ساعت 3 صبح 4 صبح وقتی بیای تو منطقه مجتمع مثل داخل شهر که همه ساختمون ها خاموشن، اینا سکوته، ولی روز میبینی سرصدا، امواج بعضی اوقات آدم رو میگیره.